سرخط خبرها. انتقاد مولانا فضل الرحمن از سیاست کشورش در قبال افغانستان. این چهره روحانی پاکستانی گفته که اگر یک انار نمیتواند وارد پاکستان شود، تروریست ها چگونه می آیند؟ چقدر عجیب است که از افغانستان حتی یک دانه انار هم نمیتواند وارد شود، اما تروریست ها وارد می شوند. واکنش وزارت امر به معروف به گزارش اخیر سازمان ملل. سخنگوی وزارت از مردم خواست به گزارش های این نهاد درباره افغانستان باور نکنند. منع واردات داروی پاکستانی در سراسر کشور. وزارت مالیه از بازرگانان خواست دارو را از راه‌های بدیل وارد کشور کنند. و واکنش حماس به خل سلاح این جنبش. خالد مشعل رهبر سیاسی حماس درخواست خل سلاح را غیر قانونی دانست. و خاصتا کنفرانس کشورهای جهان اسلام باعث ازی شده که یک توضیحات را صهیونیست‌ها مطرح بحث داشته باشد. سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز دوشنبه 20 دلت 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشد با 9 فبروری 2026 میلادی. مشروع خبرها. مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان بار دیگر از سیاست‌های کشورش در قبال افغانستان به شدت انتقاد کرد. او با اشاره به اتهام‌های پاکستان علیه افغانستان گفت که یک انار از افغانستان اجازه ورود به پاکستان را ندارد و چطور ممکن است که تروریستان از این کشور وارد پاکستان شوند. گزارش از اناهیتا اندر. مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان با انتقاد تند از سیاست‌های حکومت این کشور گفته است که در حالی که حتی یک دانه انار از افغانستان اجازه ورود به پاکستان را ندارد، حکومت مدعی است که تروریست‌ها از آن سوی خط فرضی وارد می‌شوند. او با مطرح کردن پرسش گفته است که اگر تروریست‌ها از افغانستان می‌آیند، پس چرا جلوشان گرفته نمی‌شود؟ فضل الرحمن همچنین وضعیت امنیتی پاکستان را بحرانی خوانده و افزوده است که در سیاست داخلی کشور هیچ کسی نمیتواند بالای حکومت پاکستان اعتماد کند. اگر میگویید تروریست ها از افغانستان میآیند، پس جلوشان را بگیرید، بکشیدشان، آنان که هیچ شکایتی از شما نکردند. چقدر عجیب است که از افغانستان حتی یک دانه انار هم نمیتواند وارد شود، اما تروریست ها وارد میشوند. یک جنرال میگوید باید مذاکره کرد و جنرال دیگر میگوید باید جنگ کرد. اصلا حکومت در کار نیست و تصمیم ها را جنرال ها میگیرند. پاکستان کی طرف نہیں آ سکتے. در سوی دیگر آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان بار دیگر با ادعای اینکه فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان تهدیدی جدی برای صلح جهانی است افزوده که پاکستان برای مقابله با تروریسم و ایدئولوژی‌های خشونت محور مصمم است، اما این تهدید را نمیتوان به تنهایی مهار کرد. زرداری بار دیگر هند را متهم کرده و گفته است که هند با کمک به امارت اسلامی صلح پاکستان و همچنین صلح منطقه‌ای و جهانی را تهدید می‌کند، ادعایی که همواره از سوی امارت اسلامی رد شده است. اوس چې دوی د تروریزم په نوم باندې یا د ډلو ټپلو په نوم باندې چې څه د افغانستان باندې تپي او اتهام په افغانانو باندې تپي یا په اسلامي امارت باندې کوم اتهام تپي، فکر کوم دا د عقل نه د منطق نه لري خبره ده، ځکه چې سرحدات تاسې هم تړلي دي او دغه فرضي کرښه باندې افغان پولیس هم ولاړ دي او امنیتي ځواکونه هم شتون لري. دا خود دواړو ګډه وظیفه ده چې خپل پولی وساتي. با این حال شمار از آگاهان مسائل سیاسی با توجه به سیاست ناکام پاکستان در قبال تامین امنیت داخلی آن کشور چنین دیدگاه دارند. پاکستان افغانستان را متهم میکنه و همیشه با مقاماتش با اظهارات نسنجیده این فاصله برادری و همسایگی را زیاد میکنه و افغانستان را متهم به پرورش توریست انجام میده. گفتنی است که در پی بی‌ثباتی امنیت پاکستان در حمله اخیر بر مسجد شیعیان بیش از 30 تن کشته و حدود 170 تن دیگر زخمی شدند.
وزارت امر به معروف نهی از منکر و سمع شکایت امارت اسلامی موارد نقض حقوق زنان و دیگر شهروندان افغانستان در گزارش اخیر سازمان ملل را بی اساس دانست. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت از مردم خواست که به گزارش‌های این سازمان درباره افغانستان باور نکنند. په خپل جهادپال ولس باندې غږ کوو چې په داسې بې بنسټه غیر منطقي او د واقعیتونو خلاف راپورونو چې یوناما یا نور بنسټونه خپروي او د ځمکنیو واقعیتونو او حقایقو خلاف هیڅ باور ونه کړي. وزارت مالی امارت اسلامی اعلام کرده که واردات داروهای پاکستانی از طریق تمامی گمرکات کشور ممنوع است. عبدالقیوم نصیر سخنگوی وزارت گفته که امارت اسلامی اجازه انتقال هیچ گونه اموال به شمول دارو را از مسیرهای قاچاقی نخواهد داد. وی از بازرگانان کشور خواست که دارو را از راههای قانونی و بدیل وارد کشور کنند. د روان شعبان المعظم میاشتې له 21مې نیټې څخه وروسته د هیواد په ټولو ګمرکونو کې پاکستاني درملو ته د راواردولو اجازه نه ورکول کیږي او همدارنګه به د تل په څیر د قاچاقي لارو څخه د درملو په ګډون د هر ډول اموالو د لیږد څخه په کلکه مخنیوی کیږي. کاظم غریب آبادی معاون وزارت خارجه ایران با نورالله نوری وزیر سرحدات اقوام و قبایل امارت اسلامی تلفنی گفتگو کرد. در این تماس دو طرف بر تقویت نوسازی و تجدید نشانه‌های مرزی تاکید کردند. باز هم گزارش از اناهیتا اندر. سفارت ایران در کابل در خبرنامه اعلام کرده است که کاظم غریب آبادی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران در تماس تلفنی با نورالله نوری وزیر امور سرحدات اقوام و قبایل امارت اسلامی بر نوسازی و تجدید نشانهای مرزی تاکید کردند. در خبرنامه آمده است که دو طرف توافق کردند نشست‌های تخصصی و حقوقی میان کابل و تهران در این زمینه به گونه سریع برگزار شود و ایران در سال 1405 خورشیدی میزبان نشست بعدی همکاری‌های مرزی میان افغانستان و ایران خواهد بود. نشست‌های متعددی برای حل تنش‌های سرحدی با کشورهای همسایه به خصوص ایران تدبیر شد، اما نتیجه قناعت بخش نداشت. تا زمانی که مشکلات در داخل افغانستان با مردم افغانستان حل نشه که دیگه افغانستان در کشورهای همسایه مهاجر نداشته باشه و برای رفت آمد و داد و ستد از راه‌های قانونی استفاده نشه، فکر نمی‌کنم به سادگی مشکل مرزی با کشورها به خصوص با ایران حل شود. با این حال شمار از آگاهان مسائل سیاسی تقویت امنیت در مرزها با کشورهای همسایه را مهم می‌دانند و تاکید می‌کنند که امارت اسلامی باید با تحکیم روابط با کشورهای همسایه در راستای تامین ثبات منطقه‌ای دست‌های عاملین تهدید را کوتاه سازند. کشورها واقعا بتونه بین خود طور تفاهم داشته باشه که یعنی سرحدات خود از یک طرف مسئول بسازه. موضوع مهاجرت ها هم است و در کنار از این خصوصا مسائل تروریستی، مسائل گروپ های تروریستی از یک کشور به کشور دیگه این خودش میتونه باعث ناامنی هم شود. خیلی مهم است که امی کشورهای افغانستان و همسایه های ما با اتخاذ تصامیم خوب، درست، معقول، مفید و در بخور از آنچه حرکت‌های مخربانه تروریسم بین المللی و تروریسم جهانی باید جلوگیری بکنند. این در حال است که امارت اسلامی همواره بر حفظ امنیت مرزی با کشورهای همسایه تاکید کرده و بر توسعه روابط امنیتی منطقه‌ای و همکاری مشترک با همسایگان برای مقابله با تهدید تروریستی و حفظ ثبات تاکید دارند. و در خارج از کشور پس از تاکید امریکا و اسرائیل بر خلع سلاح حماس، خالد مشعل رهبر این جنبش درخواست خلع سلاح حماس را غیر قابل قبول دانست. او تاکید کرد تا زمانی که اشغال غزه از سوی اسرائیل ادامه دارد، خلع سلاح به معنای بی‌دفاع کردن مردم فلسطین است. با آغاز اجرای مرحله دوم توافق آتشبس غزه، نگرانی‌ها درباره احتمال نقض این توافق از سوی اسرائیل بار دیگر اوج گرفت. هرچند اسرائیل در مرحله نخست این توافق آن را صدها بار نقض کرده بود، اما در مرحله دوم نیز به بخش‌هایی از تعهدات خود پابند نمانده و در همین چارچوب حملاتش به برخی مناطق غزه همچنان ادامه یافته است. بازسازی غزه، عقب نشینی اسرائیل از بخش‌های گسترده این بارکه، سپردن کنترل غزه به هیئت صلح و خلع سلاح حماس از مهمترین مفاد مرحله دوم این توافق به شمار می رود. با گذشت 3 هفته از مرحله دوم اجرای توافق آتشبس میان اسرائیل و حماس، اسرائیل نه تنها یک گام از اراضی مورد توافق عقب نشینی نکرده، بلکه حملاتی را بر این بارکه انجام داده که در پی آن صدها فلسطینی دیگر جان باختند. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در سخنان در 7مین مجمع الجزیره در دوحه، پایتخت قطر، تحت عنوان مسئله فلسطین و
و توازن‌های منطقه‌ای به بررسی وضعیت پس از جنگ، چالش‌های موجود و ضرورت یافتن راهکارهای ملی برای آینده فلسطین پرداخت. مشعل گفت که درخواست خلع صلح غیر قابل قبول است و تا زمانی که اشغال غزه از سوی اسرائیل ادامه دارد، خلع صلح به معنای بی‌دفاع کردن مردم فلسطین است. ما اکنون در حال ورود به مرحله دوم هستیم که با پرسش‌ها و موضوعات پیچیده‌ای روبرو است. مسائل همچون خلع سلاح، استقرار نیروهای بین المللی، شورای صلح و عقب نشینی اشغالگران از خط زرد به خارج از مرزهای غزه از جمله این چالش‌های اساسی هستند. در این شرایط سخن گفتن در مورد خلع سلاح تلاش در راستای این است که ملت ما به یک قربانی تبدیل شود که نابودی و نسل کشی آن توسط اسرائیل آسان‌تر شود. مشعل از امریکا، اروپایی‌ها و نیروهای بین المللی خواست که بر اساس رویکرد موضوعی و نه از دید اسرائیل با مسئله فلسطین تعامل کنند. اسرائیل می‌خواهد سلاح فلسطینی ها را بگیرد و آن را در دست شبه نظامیان قرار دهد تا آشوب و ترور ایجاد شود. از دولت امریکا، اروپایی ها و قدرت های بین المللی می‌خواهیم که با مسئله فلسطین از طریق یک دیدگاه عینی برخورد کنند، نه از منظر اسرائیل. شماری از آگاهان سیاسی با دیده تردید به پایبندی اسرائیل به توافق آتشبس می‌نگرند و می‌گویند نقصه‌های مداوم این توافق از سوی این رژیم باعث شده است مرحله دوم آن به گونه درست و کامل اجرا نشود. تا همین لحظه هم با وصف از اینکه طرح صلح ترامپ را امضا کرده، اما ده‌ها شهید در غزه هست. سکوت مرگبار نهادهای بین‌المللی و کشورهای حامی حقوق بشر و خاصتا کنفرانس کشورهای جهان اسلام باعث ازی شده که یک توضیحات را صهیونیست‌ها مطرح بحث داشته باشد. می‌خواهد که در اینجا حماس را خلع صلاح بکنه و ما به عنوان یک مسلمان راضی نیستم که مردم غزه خلع صلاح شود و او مردم صلاحی که به دست خود داره این را به دشمن بسپاره تا او مردم خلع صلاح و بدون هیچی هر نوع فشاری که بر سر اونا بیاره اونا بتونن دشمنا اسرائیل خوبتر بر سر اونا فشار بیاره. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و رئیس شورای صلح غزه ماه گذشته هشدار داده بود در صورت خلع صلح نشدن حماس این جنبش با پیامدهای جدی روبرو خواهد شد. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما تا این دم. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبر این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.